پس از تقریباً یک ماه حمله به رحمتالله زویرو، رهبر حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، تحقیق این پرونده قطع شده است. مقامات پلیس گفتند که در این مدت هیچ یکی از گمانبران این حمله را نتوانستند آشکار سازند. این در حالی است که در گذشته نیز تحقیق پرونده های موردهای زیادی حمله به فعالان سیاسی ناروشن باقی ماندند. درست در یک ماه افتتاح پرونده حمله به رحمتالله زویرو، رهبر حزب سوسیال دموکرات های تاجیکستان شب 9 نوامبر اتفاق افتاده بود. تحقیق این پرونده قطع شده است. یک مقام پلیس ناحیه سینای شهر دوشنبه در تماس کوتاه تلفنی روز 15 دکبر به رادیو آزادی در این باره خبر داد، ولی از شرح این موضوع خودداری کرده تنها گفت که مفتشان به آشکار کردن هویت حملهگران احتمالی موفق نشدند. رحمتالله زویرو، رهبر سوسیال دموکرات های تاجیکستان، نیز 15 دکبر در صحبت با رادیو آزادی این خبر را تصدیق کرد و گفت که من از پلیس خواهش کردم که نسخه قرار قطع تحقیق این پرونده را برایم بدهند، اما پلیس رد کرد. رحمتالله زویرو روز 14 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفته بود حمله هنگامی رخ داده است که شب 9 نوامبر سگش را به بیرون برآورده در بالای پل یا کوپروک محله 103 پایتخت در نزدیکی منزل زیستش سیر و گشت میکرد. سیاستمدار این حمله را طرح ریزی شده دانسته و گفته بود در پی آن دستی راست، کتف و تخت پشتش آسیب دیده است. بعد از چند روز نشر این خبر، مقامات پلیس تاجیکستان گفتند که در رابطه با حمله افراد ناشناس به سیاستمدار پرونده باز کرده تحقیق آن را شروع کردند. رحمتالله زویرو از آغاز اظهار داشته است که دستاندرکاران این حمله مثل 10 حادثه قبلی حمله به وی و دفتر حزبش پیدا نخواهند شد. روز 15 دکبر نیز زویرو چنین گفت: نمیتونم وای خط کدسمی باز داشته است یا دیگه کدسمی یکم کسی نیفتگی باز مکتب قراره چیه؟ ما قراره یک تحلیل کردی اگه تو مقاله چاپ کنم که اول بار کردن بودن که این کدگی کارو اطراف خودتون کدگیفته همه حتی یکمشان دیم، دویمشان دیم، دهمشان دیم، 11مشان دیم، یک اونتا شناسش نبود. ما بعد شناس شدیم. بعد از وقتی که بعد از صورت گرفتیم 4 تا ویدیو غلطوندیم، یک بارشان 5 تا خفیده رویدیم و برده سپوریدیم. مثل خود زویرو، کارشناسان و فعالان دیگر جمعیتی هم از چنین رنگ گرفتنی کار تعجب نمی کنند. آینه حال بابا نظر و رهبر سازمان پرسپکتیو پلوس در یک صحبت با رادیوی آزادی روز 15 دکبر گفت خبر قطعی تحقیق پرونده حمله بر رحمتالله زویرو یک اقدام معمولی است. در گذشته برخی کارشناسان حمله به افراد مثل رحمتالله زویرو را تشکیل شده نامیده هدف آن را کوشش ترس دادن از فعالیت‌های سیاسی اپوزیسیونی نامیدند.